الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بازم حمد و ثنا و صفات میفرستیم به الله سبحانه و تعالی کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که بر ما و شما یک فرصت نصیب کرد تا ما و شما باز هم در ماه مبارک رمضان درس‌های از قرآن عظیم الشان و قرآن شناسی را بخوانیم. دوستای عزیز، در قرآن عظیم الشان باید یک مسلمان تدبر و تفکر بکنه و به می خاطر ما و شما انشاءالله اگر زندگی بود 30 جزء قرآن را کوشش میکنیم که در 30 روز رمضان بخوانیم. اول چیزی که در اینجا مهم است به شکل مقدمه خدمتتان عرض بکنم، اول حقوق قرآن عظیم الشان هست. وقتی یک انسان مسلمان به قرآن میبینه، باید انسان از خود پرسان کنه که این قرآن سر ما چند حق داره. قرآن عظیم الشان چندین حق بالای ما داره. اول حق قرآن عظیم الشان حق ایمان داشتن است که انسان باید به قرآن عظیم الشان، به تمام قرآن عظیم الشان ایمان داشته باشه و یک حرفی از قرآن هم انکار نکنه. قرآن کلام الله هست. الله از لوح محفوظ توسط جبریل امین علیه السلام به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده و الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشیم که این قرآن که معجزه قرآن است که الله گفته من این قرآن حفظ میکنم. بنابراین الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان از زمان نزولش تا به حال الحمدلله ثم الحمدلله بر ما و شما حفظ کرده و به می خاطر است که کس نمیتونه که قرآن از بین ببره. چرا؟ اگر قرآن عظیم الشان به هزارها جلد چاپ شدگیش اگر کس از بین ببره، سینه به سینه در سینه از آغاز عصر رسالت صلی الله علیه و سلم تا امروز اگر ببینیم به میلیون ها میلیون حافظ قرآن عظیم الشان هست و این میلیون ها حافظ هیچ کتاب دیگه نداره. امی دلیل است بسیاری یک کسی مسلمان شده بود. یکی از دلایل مسلمان شدن ما امی بود که قرآن عظیم الشان در کل دنیا به یک شکل است و همین قرآن شریفی که مثلا بسیار وقت پیش چاپ شده و عالی هست و در قلب های انسان ها هست، این دلالت میکنه که این کلام الله هست و بنده های خدا بر عظیم همین قسم آماده کرده که قرآن حفظ بکنن. دوم حق قرآن عظیم الشان بالای ما و شما داره حق یقین داشتن به قرآن است. یک انسان مؤمن باید به قرآن یقین داشته باشه. چه قسم یقین داشته باشه؟ یقینی که در او کاملا شک هیچ وجود نداشته باشه، یعنی 100% یقین داشته باشه که کلام الله هست و یقین داشته باشه که این قرآن سبب یا وسیله نجات من هست. من دیگه نجات ندارم. نجات در وحی الهی هست و این وحی الهی در قرآن عظیم الشان و در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و اگر کسی در قرآن یک حرفم شک بکنه، بنابراین انسان حق قرآن ضایع کرده و ایمان خود به قرآن از دست داده و به این خاطر قرآن سبب نجات از این نمیشه. با توسط از این قرآن بعضی ها الله رتبهش بلند میبره. بلال حبشی بسیار در منطقه‌ای که قرآن نازل شد در یک جای یک موقف بسیار کوچک یک غلام یک برده بود و سیاپوس بود و بسیار پیش مردم حقیر بود، لکن با توسط می قرآن عظیم الشان مقام از این آنقدر بالا برد که آل ما و شما به نام بلال رضی الله عنه افتخار میکنیم و میگیم که یا الله کاش که جایگاه ما در جنت به امرای بلال رضی الله تعالی عنه باشه. به این شکل و بعضی کسای دیگه مثل ابو لهب، مثل ابو جهل قبل از نزول قرآن در منزل خود، در قریه خود، در منطقه خود کلانها بودن، بزرگا بودن، سیاستمدارا بودن، مالدارها بودن، لکن
وقتی قرآن نازل شد و اینا به قرآن ایمان ناوردن، الله اینا را ذلیل کرد. سومی حق قرآن چی هستن؟ تلفظ درست قرآن است. دوستای عزیز، امی حرفای قرآن که درست تلفظ بکنیم. مثلا اگر یک کس بخواد که قرآن درست تلفظ بکنه، این وقت زیاد کار نداره. انسان میتونه مثلا در یک هفته 2 هفته امی تجوید قرآن یاد بگیره، نهایتش در 1 ماه. امی مقدمات چیزهایی که به انسان ضرور است که امی قرآن عظیم شان درست تلفظ بکنه. به این خاطر حق قرآن است که ما برای قرآن وقت بدیم تا قرآن درست تلفظ بکنیم و این بالای ما فرض است. چرا الله سبحانه و تعالی میگه ورتل القرآن ترتیلا، یعنی این قرآن عظیم شان که کلام ما هست را با ترتیل بخوانیم. و ترتیل چی هست؟ ترتیل علما میگن که الترتیل هو التجوید. تجوید است که مثلا الف ب ت ث جیم ح اینا رو چه قسم تلفظ بکنیم و ادغام و اخفا و اقلاب اینا رو، این بسیار آسان است. باور بکنین اگر کس خود زحمت بده 1-2 هفته برای درست وقت بده، در 2 هفته مکمل این یاد میگیره و حق قرآن انجام میده، ادا میکنه. چهارمی حق قرآن چی است؟ که معنای قرآن عظیم الشان، ترجمه قرآن ما و شما بفهمیم. این میگه که ما و شما همیشه ترجمه قرآن میخوانیم و کم کم تفسیر قرآن میخوانیم. این چی هسته؟ ما در حقیقت اینجا میشینیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حق قرآن ادا بکنیم. حق قرآن عظیم الشان چه قسم ادا میشه؟ که ما معنای قرآن بفهمیم. وقتی که میگیم الحمدلله رب العالمین، باید بفهمیم که حمد و ثنا و صفت بر مخصوص الله هست که رب العالمین هست. از این خاطر این حق قرآن است که معنای قرآن باید بفهمیم. پنجم چی است؟ علم به قرآن به طریقه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما باید قرآن با کدام فهم بفهمیم؟ میبینیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم امی قرآن عظیم شان چه قسم فهمیدن. بعد از این که مثلا صحابه، تابعین و تبع تابعین و دیگه علمای بزرگواری که اینا مثلا مطابق قرآن و سنت قرآن با قرآن تفسیر کردن، مثلا قرآن با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن، قرآن مثلا صحابه برای ما تفسیر کردن و قرآن کسایی که در زبان عربی صرف و نحو و بلاغت یا میفهمن، اینا برای ما تشریح کردن و تفسیر کردن. و علمای بزرگوار دیگه که در طول 14 قرن بسیاری از تفاسیر است که اگر ما و شما مثلا این تفاسیر بخوانیم و از اینا استفاده بکنیم، یعنی این قرآن عظیم شان درست میفهمیم. ششمی چیزی که در قرآن بسیار بر ما مهم است، او تدبر و تفکر در آیات قرآن است که ما و شما امی تفسیر امروزی را که میخوانیم، این درباره چی هست؟ تفکر و تدبر در آیات قرآن است. ما و شما حال ششم که در ماه مبارک رمضان، این ماه قرآن است. در ماه قرآن حق قرآن ادا کنیم. چی کنیم؟ تفکر بکنیم و تدبر بکنیم. در سوره های قرآن متوجه هستین هر سوره یک موضوع خاص داره که باز ما و شما سرش بحث میکنیم. هر آیت قرآن برای ما یک دلالت، یک حکم بیان میکنه که اگر این ما درست بفهمیم، ما و شما من حیث یک مسلمان خوب میتونیم زندگی بکنیم. هفتمی حق قرآن چی است؟ که به قرآن استجابت به قرآن هست. مثلا وقتی که یک آیت قرآن گفته میشه، او را ما و شما برش اجابت بکنیم که بله پس ما باز کمک درباره ازی باز برتان میگم. هشتمیش ادب با قرآن است. انسان مؤمن باید با قرآن عظیم شان بسیار ادب داشته باشه. کلام الله هست و این بسیار قلبا محبت و بسیار با ادب در مقابل قرآن عظیم شان برخورد بکنه. در کاغذ نوشته نکنه که بازو کاغذها را مردم در تشناب ببرن، یا در سنگ های قبرها نوشته نکنن که بازو را حتی در گردن خود مثلا آیت الکرسی را نوشته کردگی در گردن خود نپرتن. چرا باز با امی نوشته ها یا با تشناب جاهای کثیف میره. این حال بعضی کسا به اساس بی‌ادبی به قرآن از دایره دین خارج میشن. بسیار باید با قرآن عظیم شان ادب داشته باشیم. دیگه نهمی شرطش است که قرآن را حاکم عقل و حس بسازیم. قرآن حاکم باشه بالای حس ما و بالای عقل ما. یعنی وقتی که مثلا ما به یک چیز عقلا فکر میکنم و باز یک چیز دیگر مثلا محسوس میبینیم به چشم خود، ولی این میاله وقتی که باز قرآن عظیم شان برای ما یک حکم میگه، این قرآن حاکم است
و عقل من محکوم است و حس من محکوم است. وقتی که یک حقیقت قرآنی بیان شد، ما دیگه باید اتو نشه مثل بعضی از مردمایی که اهل بدعت هستن. مردمای اهل بدعت چی عادت دارن؟ اونا عقل خدا و حس خدا بالای قرآن حاکم میسازن، یعنی قرآن پایین میرن، ای به عقل ما جرمه، ای به حس ما جرمه. نه برادر عزیز، نه خواهر محترم، قرآن کلام رب العالمین هست. بسیاری کسا بسیاری مسائل قرآن نمیفهمن، لکن روز به روز علما و دانشمندا کشف میکنن که آنچه قرآن گفته او حق است و آنچه که دیگرها گفتن او باطل است. آنچه که قرآن گفته راه نجات است و آنچه که دیگران میگن راه تباهی و بربادی هست. خب پس قرآن حاکم عقل و حس خود بسازیم. دهمی حق قرآن چی هست؟ که به قرآن عظیم شان عمل بکنیم. قرآن بر از این نیست که مثلا ایره پوش بکنی و ایره در یک جای بگذاری. نه، قرآن پیام الله هست. پیامبر الله این پیام الله را بر ما و شما آورده هست. اگر بر شما یک خط بیایه، یک کسی یک پیام بر شما بیاره، او را قاط میکنین و او را پوش میکنین و او را در یک تاق میگذارین یا او را مکمل میخوانین که به او از شما چی تقاضا کرده. پس پیام الله همی است که ما و شما قرآن عظیم شان را بگیریم و در آیات قرآن ببینیم که الله رب العالمین، رب ذوالجلال، رب با عظمت، رب مهربانی که بر ما این کلام خدا فرستاده هست تا ما انسان‌های ضعیف از استفاده بکنیم و کامیابی دنیا و آخرت نصیب ما شود. بین که امی کلام الله سبحانه و تعالی را وقت خواندیم به عمل بکنیم، به نیت عمل بخوانیم که ما امی آیات قرآن، امی تفسیر میخوانم، امی درس میخوانم تا که یاد بگیرم و عمل بکنم. 11 حق قرآن چی است؟ دعوت به قرآن عظیم الشان است که ما دیگران را به قرآن عظیم الشان دعوت بکنیم. هر وقت پیدا کردیم از فامیل خود، از اولاد خود، از دوستای خود، از برادرای خود، از اقارب خود، از شناختای خود و حتی به شکل عام، الحمدلله چیزهای برآمده، وسایل برآمده هست که آدم میتونه که مثلا در یک لحظه به تمام دنیا، یک وقت ما درس میدادیم در یک اتاقک میشیشتیم، یک 10 نفر یا 5 نفر شاگرد میداشتیم، برای او درس میدادیم، او درس ما را مثلا خلاص. اما الحمدلله وقتی که تو یک درس قرآن میتی و ایره مثلا نشر میکنی، به تمام قاره های دنیا مسلمان ها از استفاده میکنن، حتی غیر مسلمان ها استفاده میکنن و مسلمان میشن. پس دعوت باید به قرآن عظیم شان بکنیم. 12 حق قرآن چی است؟ که برای تطبیق قرآن باید مبارزه بکنیم، جهاد بکنیم، زحمت بکشیم، خود و جان خود آماده بسازیم برای قربانی. خیر است من تکت کشم، خیر است من کشته شوم، خیر است من توهین شوم، خیر است من تحقیر شوم، ولی قرآن عظیم شان حکمش بالای بشریت تطبیق شود. بسیار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما اگر در هر کشور برین، تا سرحدات چین، حتی تا منطقه اندلس و که اسپانیا میگن و در اروپا و در این منطقه برین، حتی در جنوب فرانسه، در اینجا وقتی که برین قبرهای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا هستن. چرا؟ اونا نمیتونستن که نمازهای که یک نمازش 100,000 درجه داشت در مکه مکرمه، از اونجا میامدن 100,000 برای خود ثواب ترک میکرد، میامد تا یک نفر به قرآن اونا را دعوت میکردن که او مسلمان شوند. ولی اونا هوشیار بودن، میفهمیدن که اگر او وقت نماز 1 لکی میخوان، بعد از مرگش قطع میشد، خلاص امون میمان. 14 قرن هست ما و تو که لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، ثوابش به یک کاپی ثوابش به عمر رضی الله تعالی عنه میرسه، یک کاپی ثوابش به عثمان رضی الله تعالی عنه میرسه، یک کاپی از این مثلا به عبدالرحمن ابن سموره و بعضی صحابه که جابر انصار و تمیم انصار، کسایی که مثلا در اونجا در مسلمان شدن پدرای ما و شما نقش داشتن و مسلمان شدن. پس از این خاطر به خاطر مبارزه اونا چی کردن؟ جهاد کردن و آمدن در این سرزمین ها و بیرق اسلام در این منطقه رساندن. این مبارزه و جهاد به خاطر چی؟ به خاطر قرآن عظیم شان است. اونا خونشان، اونا جان خدا دوست نداشتن، نه، میگفتن که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این از مؤمنا الله متعال
هیچ دو چیزا گرفتن، مالشانه و جانه. این الله از ما و شما خریده. در مقابل چی؟ بأن لهم الجنه. متوجه هستین؟ پس این 12 حق قرآن عظیم شان است. خب فهم قرآن و تدبر در قرآن و تفکر در آیات قرآنی یکی از چی است؟ از مکلفیت های ما و شما مسلمان ها هست. بعد از اینکه حقوق قرآن فهمیدیم، حال فهم قرآن، وقتی که ما میگیم فهم قرآن، در قرآن تدبر بکنیم و تفکر بکنیم و قرآن بفهمیم، اینمی فهم قرآن عظیم شان که است، این از مکلفیت ما و شما هست. چی دلیل داریم؟ دلیلش اول باید ما از قرآن دلیل بریم، بعد از حدیث، بعد از اقوال علمای بزرگ. در قرآن عظیم شان الله متعال چی میگه؟ کتاب انزلناه الیک مبارک. اینا کتاب است که الله متعال میگه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. یعنی کتابی است که الله متعال میگه که ما نازل کردیم به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مبارکون، کتاب بسیار با برکت است، لیدبروا، تا که مردم چی کنن؟ تدبر بکنن. به چی؟ آیاته، به آیاتش. ولیتذکر، تا که پند بگیره کی؟ اولو الالباب، صاحبان قلب سالم. اینه کسی که قلب سالم داره. علامه طبری رحمه الله چی میگه؟ ولیعتبر اولو العقل والحجه، مردمایی که دارای عقل و حجت و دلیل هستن از این آیات قرآن، ما فی الکتاب من الآیات، از آنچه که در این کتاب از آیات قرآن است. دوم دلیلش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش این آیات قرآن نازل شد که این فی خلق السماوات والارض، سوره آل عمران، این وقتی که این آیات قرآن میگه نازل شد، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ میگه گفت که امشب یک آیت بالای من نازل شده هست، شدت عذاب است به کسی که آن را تلاوت کنه و در مورد آن تفکر نکنه. این شدت عذاب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که آیت نازل شده این آیت بخونه و باز در این آیات قرآن در امی آسمان ها و زمین و در اموری که هست در اینا تفکر و تدبر نکنه. خب مثلا دیگه ببینین امام نسائی یک حدیث روایت میکنه، میگه که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اصحابه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، خوشبخت مردم بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلسشان میآمد. الله متعال برای ما و شما هم روز را نصیب بکنه که در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شیشته باشیم. میگه وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلس از اینا آمد، فقرأ علیهم سوره الرحمن، سوره رحمان خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت میکنه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. میگه وقتی که اینا را چی کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سوره رحمان از اولش الی آخرش تلاوت کرد. فسکتو، میگه صحابه با شنیدن ای آیات قرآن میگه ساکت ماندن. وقتی که خلاص شد اما هیچ چیز نگفتن، چوب بودن. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که لقد قرأتها علی الجن لیلة الجن. میگه من امی سوره الرحمن در شب، امو شب که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیش جنها تیر میشه، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، که درباره از آمده است. میگه در لیلة الجن، میگه اینه من برای چی کردم؟ برای جنها امیر قرائت کردم. فکانوا احسن مردودا منکم. برای صحابه میگه اینا از شما کده بسیار در جواب گفتن از این، برای از این استجابت کردن از این بسیار خوب بودن. اونا جنها از شما کده خوبتر بود. کنت کلما اتیت علی قوله، میگه هر وقتی که به این آیت قرآن می آمدم که فبأی آلاء ربکما تکذبان، وقتی که می آمدم که با کدام یکی از آیات قرآن اینا تکذیب میکنن، با کدام یکی از نعمتهای الله، آلا یعنی نعمتهای الله، اینا تکذیب میکنن، میگه در اینجا میگه چی میفتن؟
قالوا میگه جنها میگفتن در هر آیت چون در اینجا 18 مرتبه تکرار شده امی فبیای آلاء ربکما تکذبان، میگه یا در مقابلش وقتی که آیت قرآن انسان میخونه باید در مقابلش اما تو آمادگی برای این جنها چی میگفتن؟ میگفتن لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. باز چی میگه؟ فبیای آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از آلاء ربتان شما تکذیب میکنین؟ این چی میگه؟ الله جنها باز چی میگفتن؟ لا بشیء من نعمک، به هیچ چیز از نعمتهای تو ربنا ای رب ما نکذب تکذیب نمیکنیم، به هیچ کدامش. فلک الحمد، در تو حمد است. پس وقتی انسان قرآن عظیم شان میخونه به می اسلوب، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه چی را میفهمونه؟ این را میفهمونه که شما وقتی قرآن عظیم شان میخوانین باید با آیات قرآن تدبر بکنین، تفکر بکنین، و وقتی که از شما یک چیز را میخواین باید آماده باشین که از ما چی خواست تا ما امو عمل انجام بدم. از اقوال سلف مثلا دیگه علمای اسلام، مثلا علامه ابن قیم جوزی رحمه الله چی میگه؟ میگه اما التأمل فی القرآن فهو تحدیق نظر القلب الى معانی. میگه تأمل در قرآن چی است؟ که شما خوب امی قلبتان به معناهای قرآن، این قلبا قرآن بفهمین و به معنای از او اما تو خوب عمیق و جمع الفکر علی تدبره و تعقله، فکرتان خوب جمع بکنین که چه قسم دی تدبر بکنین و چه قسم ایره خوب دقیق با عقلتان ایره بفهمین. پس این هست چی هست؟ اینا از چی هست؟ از تدبر قرآن عظیم شان است. مثلا دیگه از علما ابن قیم جوزی همچنان چی میگه؟ میگه هیچ چیز دارای منفعت زیاد برای بنده در زندگی دنیا و آخرتش و نزدیکتر به نجاتش نسبت به تدبر قرآن، تأمل طویل و جمع فکر به معانی آیات قرآن نیست. برای تو برای دنیا و آخرت چی زیاد مفید است؟ سه چیز میگه: در قرآن تدبر بکنی، تأمل طویل بکنی، بسیار زیاد زیاد فکر بکنیم و فکرت به معنای قرآن جمع بکنیم. این منفعت از این هست. میگه اقبال لاهوری رو میگه که یک قصه را بیان کرده از خود. میگه من هر وقت که قرآن تلاوت میکردم، میگه پدرم میامد بر من میگفت که بچه‌م قرآن تلاوت کن. میگه من حوصله میکردم بالاخره یک روز شد، میگه من چی کردم؟ به پدرم گفتم که پدر شما میبینید من قرآن تلاوت میکنم، باز شما برای من میگین که قرآن قرآن بخوان، قرآن تلاوت کن. میگه من تلاوت میکنم. میگه پدرم برای من گفت که بچه‌م قرآن عمو قسم بخوان مثل که بالای خودت نازل شده باشه. تو بخوان که قرآن بر تو نازل شده، حالا فعلا تو را خطاب میکنه. قرآن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، لکن حالا که تو میخوای فکر کو که مثلا امی خطابش مستقیما بر ما هست. پس با هر آیتش باید چی بگویی؟ آماده ایمان، تقوا، دینداری باشی. و به این خاطر میگه یکی از علما چی میگه؟ به هذه الروحیه ینبغی قراءت القرآن. به این روحیه میگه باید قرائت قرآن شد. وقتی قرآن میخوانیم که همین قرآن مرا خطاب میکنه، خطابش فعلا به ما هست، قرآن پیش ما هست و آل مرا خطاب میکنه. و به روحیه ان القرآن رسالت الله الی انا، این رساله نامه الله به ما هست. قرآن عظیم شان به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرد و کل زندگی خود وقف قرآن کرده بود و بعد صحابه و تابعین و تابع تابعین رضوان الله علیهم اجمعین اونا کردن عمل خود. آل قرآن میگه برای ما آل رسیده هست، در مقابل ما قرار داره و ما وقتی قرآن میخوانم باید بگویم که این رساله پیام الله به ما هست. الله برای ما خطاب میکنه که به این چه قسم ایمان داشته باشم، به این چه قسم عمل میکنه. یخاطبنی انا و بالتالي یصبح القرآن مسئله شخصیه و فهمه یغدو واجبا علیه. بالاخره میگه باز اگر همی فکر داشتم اینال قرآن مثل که بر شخص ما هست و مرا خطاب میکنه و بالای ما واجب است که من چی کنم؟
من ایره بفهمم و به این عمل بکنم و عقیده ما و ایمان ما و کل چیز ما مطابق قرآن عظیم شان داشته باشم.